اروپایی‌ها اینا نیستن که تو سکسیا بازی میکنن. اروپایی‌ها اونا نیستن که تو ماهواره نمیدونم عیاشی میکنن. اروپایی‌ها اونا که کره ماه میگیرن، کره مریخ میگیرن، اندیشمندن، دانشمندن، به درد جامعهشون میکنن، گروا میکنن، به داد ملتشون میرسن. اینا اروپایی نیستن که تو سکسیا میبینی. اینا یه مش آدمای حیوان نوای لشی بی ادبن که آبرو اروپایی رو بردن. اینا اروپایی نیستن. من اگه اروپا نرفتم اروپا دیدم، حرفاشونو شنیدم. ما مثل اروپایی باشید، کلاس بالا درس بخونید، نمره 20 بیارید، تحقیق بکنید، مثل اروپایی زندگی کنید، مؤدب باشید. اروپایی به عرق خوردن نیست. به حضرت عباس عرق خوره اروپایی جوری که ما عرق میخوریم نمیکنن. اونا یه گلاس کوچولو میکنن، اما این تو ایران یه 4 لیتر عرق میکنن وسط میخورن تو چششون در میاد. عرق خوریامون هم مثل آدم نیست، عرق خوریام مثل حیوان. والله هیچیمون درست نیست، هیچیمون رو حساب و کتاب نیست. همش افراط، همش تفریط، یا تون میریم یا کن. Top for you. بس که زمان حرف میزنن ها، خدا هم زیاد آیه فرستاده برای به خودشون نگاه کرد. حتی زنای سبزواری انصافاً با منبر خوب حرف نمیزنن ها، خیلی واقعا سکوتشون قابل تحسین. حالا من یه شوخی کوچولو بکنم، خیلی شرمندم. شما میدونید من شوخی نکنم میمیرم. خدا شکر مریضی ما چه کنیم، خدا شفا. گفت یه بنده خدایی زنش مرد. البته اینا که به این مفتی آقا نمیمیرن که، والا اینا تو ما رو نکشن نمیمیرن. خدای عمر نوح به این زنا داد، صبر ایوب به ما مردا، چه بشه زندگی بکنیم. شما یه سری به قصال خونه بزنید ببینید 10 تا مرده میارن، 9 تاش مردن، یکی زنه، اونم 125 سال. میگه میمیرن اینا. خدا انشالله عمرشون چون شب آخره ها ما اینو بگیم و فرار کنیم ها. بگم زنش مرد و آقا زیر تابوت زنش داشت تشریح میکرد، میخندید. یکی بهش گفت خجالت بکش زشته، درسته هر کی این بلا سرش بیاد روده بر میشه خنده، اما نباید کسی بفهمه که تو خوشحالی. گفت من هر چی میخوام جلو خودم رو بگیرم که نخندم نمیشه، خب نمیتونم نخندم. گفتن آخه چرا میخندی؟ گفت آخه من 30 سال با این خدا بیامرز که تو تابوت خوابیده ها، 30 سال با هم زندگی کردیم، اولین بارمونه بعد 30 سال زندگی اشتراکی شونه به شونه هم دیگه تو خیابون داریم راه میریم و قرمه میزنه. از این خندم گرفته قرمه میزنه. خدا عمرشون بده انشاءالله. Top for you. گفت حسن یک نقطه دارد، حسین 3 نقطه دارد، فاطمه 1 نقطه دارد، زینب 5 نقطه دارد. نه زفت ما. حالا مثلا زینب 5 نقطه داره که چی؟ احمد چی مثلا میخوای بگی؟ تو چرا گریه میکنی عربده میکشی؟ یه چیز بگم عباس. خب بفرمایید. یا الله، عباس وقتی تو شکم مادرش حامله بود جای ننشو بلند میکرد میکنید. این مزخرفات کجا نوشته شدن؟ تو به چه حدی آبروی شیعه رو میبری؟ تو چه کاره دینی این مزخرفات رو بگی؟ و تو چرا گریه میکنی؟ تو یک جوان چرا عرضه میکشی؟ تو این مزخرفات. و حالا 4 تا بی‌سواد به نام مذهب، به نام هیئت، به نام حسین هر غلطی دلشون میخواد بکنن و تو بشینی باش عرضه بکشی. کجا این قلبا رو زدن؟ زدنش کجاست؟ تقصیر شما من، تقصیر شما سینه زنم. شما رو میدید به من که هر غلطی دلم میخواد بکنم
و هر چی به ذهنم میرسه بگم شما مقصرید، شما سینه زنا مقصر و به امام حسین سید الشهدا روز قیامت جلوتون رو میگیره که چرا پای این مداح سینه زدی. یه موردی رو یکی از رفقا برای من نقل کرد که خودش قاضی بود تو دادگاه. گفت که یه آقا پسری با یه دختر خانمی ازدواج کردن، صیغه مهریه، خب باید مهریه بذارن برای این. گفتن مهریه چیه؟ تو مجلس عقد انقدر دختر و پسره با هم رویایی شده بودن و عاشق شده بودن، گفتن مهریه ما 1000 تا بوسه، 1000 تا بوسه، 1000 بوسه طلایی مثلا. خب میگفت اومده بودن برای طلاق. دختره میگفتش که من ریخت اینا نمیخوام ببینم. پسره میگفت نه بیا مهریه تو بدم. نه اصلا ریخت نمیخوام ببینم، برو کنار.